گوگوش، چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر. به همراهش بهروز وثوقی، هنرمندی که بازیگری سینما را به مقیاسی جهانی رساند. یه دفعه من رفته بودم تئاتر تفکری، اولین باری بود که من گوگوشو روی صحنه دیدم. اینقدر بود کوچولو. من تقریباً 6 سالم بود. بهروز 13 سال از من بزرگتر بود. 19 سالش بود شاید. تو 21 سال، حدود 22 سال، نمیدونم حالا چقدر دقیقاً، نخوندی، نمیذاشتن بخونی. چی بهت گذشت؟ ببین بهروز، حضورت ممنوع باشه، صدات ممنوع باشه، تصویرت ممنوع باشه، مطلب راجبت اجازه نداشته باشن اسم تو بیارن. هیچ جای دنیا اینطوری نیست.